آوای دوست. کتاب نور ایمان، حکایت 57م، تأثیر دعا. ای امةالله، مناجات هایی که به جهت طلب شفا صادر شده شامل شفای جسمانی و روحانی هر دو بوده. لذا به جهت شفای روحانی و جسمانی هر دو تلاوت نمایید. اگر مریض را شفا مناسب و موافق، البته عنایت گردد، ولی بعضی از مریضها شفا از برایشان سبب ضررهای دیگر شود. این است که حکمت اقتضای استجابت دعا ننماید. ای امةالله، قوه روح القدس امراض جسمانی و روحانی هر دو را شفا دهد. سید صادق طباطبایی از مجتهدین با نفوذ تهران و از دشمنان سرسخت امر بود. از هر فرصتی استفاده می کرد تا ضرری به احبا بزند و بارها احبای بیگناه را زندانی کرده بود. یک دفعه حتی گفته بود هرچه بهایی در تهران است خواهم کشت. به خاطر دشمنی و رفتار زشتش حضرت بهاءالله به او لقب خبیث و کاذب دادند. سید صادق عده‌ای از احبا را دستگیر و زندانی کرده بود، ولی هنوز راضی نبود و سعی زیادی می‌کرد تا آنها را به قتل برساند. کم مانده بود به مقصود خود برسد که بیمار شد. در مدت بیماری از همه چیز و همه کس می‌ترسید و دائم فریاد می‌زد بابی‌ها می‌خواهند مرا بکشند. حتی به یکی از وزرا نامه نوشت و کمک خواست. وزیر هم که فهمیده بود سید صادق بیمار است، چند سرباز به منزل او فرستاد تا از خانه‌اش حفاظت کنند. همان وقت سید صادق اعلام کرد که تا 3 روز دیگر خودم می آیم و تمام این زندانی های بابی را می کشم. همان روز که این حرف را زد بیماریش شدت گرفت و درست روز 3 خودش فوت کرد. بعد از مرگ سید صادق احبا را از زندان به یک خانه بزرگ بردند. در این خانه احبا می توانستند با مردم معاشرت بکنند، ولی حق نداشتند به خانه های خودشان بروند، چون به هر صورت زندانی بودند. 1 سال و نیم گذشت و احبا هنوز در همین خانه بودند. بهائیان دیگر به فکر افتادند که اگر پولی جمع کنند و برای کامران میرزا بفرستند، او احبا را آزاد می کند. به این منظور نامه‌هایی به شهرهای دیگر نوشتند و کمک خواستند. در مدت کوتاهی 6000 تومان پول جمع شد. همان وقت از حضرت بهاءالله دستور آمد که احبا ابداً حق ندارند چنین کاری بکنند، چون این کار همان رشوه دادن است و رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو در نظر خداوند خطاست. با این دستور از طرف حضرت بهاءالله احبا متوجه اشتباه خود شدند و پولها را به صاحبانشان پس دادند. مدت کوتاهی از این ماجرا گذشته بود که ناصرالدین شاه مریض شد و دلدرد سختی گرفت. دلدرد شاه به حدی بود که شبها نمیتوانست بخوابد. هرچه دکترها مداوا کردند هیچ
اثری نکرد. شاه گوسفند قربانی کرد و پول زیادی به فقرا بخشید، اما هیچ کدام کمکی نکرد و دلدرد به شدت خود باقی بود. وقتی احبا از مریضی شاه باخبر شدند، با هم مشورت کردند و بعد نامه‌ای به زن شاه نوشتند. در آن نامه توضیح دادند که این بهائیان مدت 1.5 سال است بدون هیچ گناهی زندانی هستند. اگر شاه آنها را آزاد کند، انشاءالله خداوند هم دلدرد شاه را شفا خواهد داد. شاه وقتی این پیشنهاد را شنید، گفت اگر امشب دلدرد من کم شود و بتوانم راحت بخوابم، فردا همه بهائیان را آزاد خواهم کرد. احبا هم جلسه گرفتند و به دعا و مناجات پرداختند. همان شب دلدرد شاه خوب شد و شب را به راحتی خوابید. صبح که شد، شاه دستور داد تا تمام احبا را آزاد کنند و به هر کدام 1 دست لباس نو و 3 تومان پول بدهند. احبا لباسها را پوشیدند و پولها را به دیگران بخشیدند و همه خوشحال به خانه‌های خود رفتند. کانال آوای دوست را سابسکرایب کنید و با ما همراه شوید.